دختر الواده. الواد که به دست من زمین خورد. بریم ببینیم. حالا دوتایی حرکت کردن. گشسب تو چادر اسلحه پوشیده، همینطور که داشت نگاه میکرد سهراب یه خورده که اومد جلو، گشسب تیر عشق سهراب خورد. نمیدونه که خواهرش، اونم نمیدونه این برادرش. سهراب آمد، گشسب پا شد گفت با سهراب خوش آمدی. سهراب به این حال، من نگاه کنید به این حال در چادر. گشسب گفت با سهراب بیا تو چادر، صندلی غذایی برا شما بیارن. گفت من نون نامرزاده رو نمیخورم. بابات به دست من زمین خورد و فراریه. اون بابای نامردت کجاست؟ گشسب گفت با سهراب این دفعه به پدر من این لقب ها رو بدی. گفت مثلا چه میکنی؟ اون که بابات بود مرد نبود. تا گفت اون که بابات بود مرد نبود، زد تخت سینه پیران، صندلی پیران رو برداشت، چنان گذاشت پوست هر سهراب، خونس هرازی شد. سهرابم یک مش گذاشت تخت سینه گشسب، خوردن به تیرک چادر. تیرکش هکست. یه مرد پیران اومد گفت صبر کنید با هم دیگه جنگ دارین، دعوا دارین، چرا اینجا؟ برین جبهه جنگ. سهراب گفت دختر الوا من میرم جبهه جنگ، بیا اینجا سنگامونو با هم وا میکنیم. گفت اگر نری مرد میسی. به این کلک پیران سهراب برگردون جبهه جنگ. از این ور خبر دادن به کیکاووس که گشسب داره میاد. به پشت ایرانی ها قرص شد. از این طرف هم گزارش پیران داد به افراسیاب. گفت خب این خواهر برادر هر کدوم کشته بشن استفاده ماست.